ماینکرافت رو باز میکنیم، اسم مپ رو میذاریم گلابی لند. توی این ویدیو قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم که با لایک، سابسکرایب و کامنت دون به من انرژی بدین. هدف ما هم رسیدن به 100 سابسکرایبر هست و این که اگه این ویدیو حمایت بشه 100% پارت های بعدیش رو هم میذاریم. اهداف ما توی این ویدیو فول دایمن شدن، ویلیجر و آهنه. ویلیجر بریدر و فارم آهن برای ویلیجر و آهن 100% میسازیم. اولین استراکچر رو هم پیدا کردیم، پورتال خراب که لوت خوبی داشت. یه کفش و یه هرمنت طلایی و یه شمشیر با این چند لوتینگ. بالاخره ویلیج پیدا کردم. واقعا دور بود، چون شما توی تایم لپس دیدین متوجه نشدین، ولی واقعا دور بود. حالا اینجا ویدیو واقعا یه چیز عجیبی میبینید. توی این فارم آب نیومده پایین، سر جاش واسیده بود. واقعا جالب بود. ادامه تایم لپس. اینجا یه خورده آهن پیدا کردم و بعدش اینجا هم یه خورده دایمند و اولین دمنج رو هم خوردم. اینجا هم از چست ماینشافت نیم تگ و یه دونه دایمند پیدا کردم. و بوم، فول دایمند اولین هدف ما بود و تیک خورد. خب هدف اول ما تمام شد. حالا نوبت دوتا هدف بعدی ما، یعنی ویلیجر بریدر و فارم آهنه. بریم سراغ ویلیجر بریدر با تایم لپس.
خب هدف ما تموم شد. حالا فقط مونده فارم آهن که دوباره همچنان با این تایم لپس میبینیم. این از آوردن ویلیجرها، این از گیر انداختن زامبی، این از نیم تگش. اسمشو هم میذاریم بیشرف، چون ناکس هیچ آیتمی دستش نگرفت و مجبور شدم از نیم تگ استفاده کنم. نیم تگو بهش میزنم و اینم از کارهای آخر فارم. اینجا تنها جایی بود که نزدیک بود بمیرم توی این قسمت و بعد همون آیرن گولمو سوزوندم. و در این حین بعد از ساخت فارم آهن یک مکان ساختم برای ویلیجرها که در قسمت بعدی متوجه میشه. این نتیجه فارم ویلیجره که واقعا انتظار نداشتم. و در نهایت لایک و ساب گلابی فراموش نشه. اگه از این طور ویدیوها دوست دارین بگین و اگه روش ساخت هر دو فارم رو خواستین بگین تا یه ویدیو جداگانه براش بسازم.